در شرایط اضطراری حمله چه کنیم؟ در صورت وقوع حمله یا صدای انفجار لطفاً به این نکات توجه کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. 1. حفظ خونسردی مهمترین کاره. ترس کنترل تصمیم گیری رو از شما میگیره. چند نفس عمیق بکشید و سریع اما با فکر عمل کنید. 2. از پنجره حتما فاصله بگیرید. شیشه ها ممکنه بر اثر موج انفجار شکسته بشن. برید به وسط خونه یا پشت دیوارهای ضخیم پناه بگیرید. 3. پناهگیری کنید. اگر پناهگاه ندارید، زیر میز محکم، در کنار دیوارهای داخلی یا در راهرو بدون پنجره بنشینید و دستها را روی سر بگذارید. 4. حتما برق و گاز رو در صورت امکان قطع کنید. نشت گاز یا اتصال برق میتونه فاجعه بار باشه. 5. اخبار رو فقط از منابع رسمی پیگیری کنید. 6. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. شارژر موبایل، آب معدنی، چراغ قوه، دارو، کارت شناسایی و پاور بانک در یک کیف آماده کنارتون باشه. 7. از ازدحام در خیابون‌ها خودداری کنید. ترافیک سنگین امداد رسانی رو سخت میکنه. فقط در صورت ضرورت از خونه خارج بشید. 8. اگر فرزند یا سالمند دارید، اول اونا رو آروم کنید. استرس شما مستقیم به اونها منتقل میشه. این پیام رو برای عزیزات بفرست. آگاهی نجات بخش جان آدم هاست.